خدمت رانندگان جاده‌ای، به خصوص رانندگان کامیون. چند وقتیه که من با سواری تو جاده تردد میکنم. یه موضوعی رو خیلی مشاهده میکنم، لاستیکایی که میترکن از کامیونا، متاسفانه این لایه رویشون که جدا میشه، رانندگان بیخیال ولشون میکنن و اینا رو میرن، توجهی بهشون نمیکنن و باعث خدای نکرده باعث تصادف یا آسیب به راننده های سواری میشه، به ماشیناشون میشه. خواهش میکنم اگر که اتفاقی خدای نکرده لاستیکشون ترکید، برگردن اینا رو جمعشون کنن از وسط جاده که خدای نکرده باعث حادثه نشه. ممنون، خدا نگهدار.